آیا به واقعیت شاهزاده دیل از همسرش جدا شده است؟ شاهزاده دیل در کدام کشور زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی شاهزاده دیل و دلیل دوری شاهزاده دیل از هنر موسیقی چی است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شاهزاده دیل هنرمند عاشقانه خوان عماسی سرا که با صدا و چهره سیمایی که دارد در میان هنرمندان افغانستان شهرت و نامش آوازه است. شاهزاده دیل در سن نوجوانی در سال 2010 با سرودن آهنگ‌های حماسی آغاز کرد، اما بعدها آهنگ‌های عاشقانه هم می‌سرایید. شاهزاده دیل در ولایت زیبای کابل بزرگ شده است و تحصیلات عالی را در رشته ژورنالیسم از یکی از پانتون‌های خصوصی کابل به اتمام رسانید. شاهزاده مانند هزاران افغان دیگر بعد از تغییرات رژیم حاکم در کشور به کشور آلمان مهاجرت کرد و دلیل دوری وی از هنر موسیقی دسترسی نداشتن به وسایل موسیقی در کشور آلمان می باشد. شاهزاده دیل در کمپ زندگی می کند و در آنجا نمی تواند آهنگ جدید ثبت و نشر کند، ولی همیشه در صفحات مجازی با دخترانش لایف می آید و تیک تاک های مختلف ثبت می کند. این روزها خبرهای نشر شده که شاهزاده دیل از همسرش جدا شده است همیشه تصاویر خود را با خواهرش در صفحات مجازیش از جمله فیسبوک و اینستاگرام نشر می کند، ولی تاکنون شاهزاده دیل درباره حقیقت این ماجرا چیزی بیان نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان شاهزاده دیل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم بیخبر نمانید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. لایک و کامنت را فراموش نکنید. تا درودی دیگر، بدرود.